دوستان سلام. این اتفاقات اخیری که تو مرز ترکیه برای ماشینای ایرانی افتاده، من فکر میکنم که این سرآغاز یه سری دردسرا و مشکلات تازه‌ای باشه که سر ما میخواد بیاد. ببین آذربایجان قصد داره یه قسمتی از خاک ارمنستان رو بگیره و خودشو وصل کنه به نخجوان و از اون طرف هم به ترکیه وصل میشه. هم راه ما رو به ارمنستان میبنده و اینکه دیگه نیاز ترکیه انگار به خاک ما خیلی کم میشه و هر گربه‌ای هم دلش بخواد سر ماشینای ایرانی از این به بعد پس میتونه برقصونه. حالا امروز به گازوئیل گیر داده، مالیات گرفته، فرداش هم میدونم به روغن موتور ماشینتون هم مالیات میگیره. هر کاری داره، اصلا راه نمیده ماشینا رو و خودش هم راه داره که بخواد اگر باری هم کنه به سمت آسیای میانه از سمت آذربایجان راحت میتونه بره از دریای خزر و اینجا ما میمونیم. من فکر میکنم که دیگه ما مطالباتمون باید بره سمت ارتش و سپاه که البته اونا خودشون بهتر از همه میدونن چه خبره و اینکه حتی اگر ارتش خود ارمنستان هم نخواد بجنگه این دفعه فکر کنم دیگه کاملا ما مجبوریم که به جای اونا هم باید بجنگیم.